با کش پاساژ حجامت کبد بودیم امروز. آره برای محسن دوست عزیزم رو همایشی انجام دادیم با یه نرم ارزم با حضور شما. میریم برای باکشش. باکش رو همالی میریم واسه باکش لغزان دوستان که همونطور توی استوری بعدی پست بعدی کلیپ قبلی دیدیم. برای چی باید بودیم محسن؟ بلند بگو. واسه کبدم. کبد چپ. نه قبلش میگفتی کسلم هستم. آفرین. الان داریم اینا رو انجام میدیم. اینا همه باکش لغزان دوستان. بعد میره برای ثابت. 3 دقیقه دوستان. نباید زیاد کبود بشه، اذیت بشه. ارزم به حضور شما. بعد حالا نقطه‌ای که میخوام کبد اینجاست دوستان. زیر دنده